سلام دوستای مهربونم. امشبم با یه داستان جذاب دیگه در خدمت شما عزیزانم. امیدوارم که با لایک و کامنت های قشنگتون از من حمایت کنید. هر چقدر میتونید برام کامنت بذارید، حتی شده یه گل کوچیک. خلاصه این که دست و دل باز باشید و با مرام بریم سراغ داستان امشب. سرم کوبیدم به دیوار، یه صدای خفه تو گوشم پیچید و تنم ول شد. دنیا برای یه ثانیه خاموش شد. جیغ زدم و گفتم تو مریضی نیمای عوضی. با دو دست هلش دادم اما انگار به دیوار هل می دادم. حرصی تر شد. دستشو پیچید تو موهام. پوست سرم کش اومد. اشکم بی اراده ریخت. داد زد حرف نزن مهشید، حرف بزن ببینم کجا لشی تو بردی بودی. حق می زدم. گفتم به خدا قسم رفته بودم فروشگاه. ول کن موهامو، دارن کنده میشن. صورتش چند سانت با صورتم فاصله داشت. گفت دروغ نگو به من مهشید، دروغ نگو بی شرف. از شدت حرص آب دهنش می پاشید تو صورتم. کف سرم بی‌حس شده بود، اما گرمای خونو حس می کردم که آروم می لغزید پایین. گفت به چی قسم بخورم باور کنی نیما؟ لعنت به تو، لعنت به من که این همه تحقیر و فقط به اسم دوست داشتن تحمل می کنم. با چشای خیس بهش زل زدم. گفتم به خدا جایی نبودم. بهت زنگ زدم بگم دارم میرم فروشگاه، جواب ندادی. دستش از تو موها شل شد اما صداش نه. با فک قفل شده گفت چند بار بگم وقتی جواب نمیدم حق نداری جایی بری؟ چند بار بگم حق نداری تنهایی بری بیرون؟ خم شد تو صورتم و فریاد زد. گفت چند بار بگم؟ و من فهمیدم این جنگ دیگه فقط یه دعوا نیست، این یه محاصره است. هخ کردم و گفتم باشه نیما، باشه، تو رو خدا داد نزن، آبرومون رفت اینجا، بدترش نکن. اما حرفم تموم نشده بود که با پشت دستت تو شونم. سرم پرت شد کنار، دندونام محکم به هم خورد. با زجه گفتم به خدا دیگه خسته شدم نیما. دستش افتاد بغلش ولی نگاهش هنوز می لرزید. پاهام شل شده بود. همونجا نشستم تکیه دادم به دیوار. اشکام بیوقفه می ریخت. نگاش کردم و لرزون گفتم نیما قرصاتو خوردی؟ یه قدم پرید سمتم. با عصبانیت قرید و گفت مثل آدمای دیوونه با من حرف نزن مهشید. با کف دست کوبید به سینم. نفسم برید. پشت سرم محکم خورد به دیوار. داد زد تو میدونی من حساسم، میدونی اخلاقمو، ولی باز گوه میزنی به همه چی. دست کشید تو موهاش، راه رفت، برگشت. صداش لرز داشت اما خطرناک شده بود. گفت من مریض نیستم مهشید، من فقط یه عاشق احمقم. یه عاشق احمق که دل بسته به تویی که هیچی برات مهم نیست. یه لگد آروم اما تحقیرآمیز به پام زد که جمع شدم تو خودم. گفت تو نمیفهمی وقتی دست رود بلند میکنم چه حسی دارم. نزدیک شد، زانو زد جلوم. انگشتاشو فشار داد دور بازوم، اونقدر که سوزش دوید تو استخونام. گفت دلم میخواد بمیرم وقتی اشکاتو میبینم مهشید. سرمو تکون دادم، گریه‌مونم نمیداد. ادامه دادم با صدایی که داشت میشکست. گفتم چرا با من این کارو میکنی؟ چرا اذیتم میکنی وقتی میدونی چه حسی بهت دارم؟ بلند شد، دوباره فریاد زد. گفت میدونی وقتی اومدم خونه دیدم نیستی چه حالی شدم؟ چشاش دوباره سیاه شد. با مشت کوبید به دیوار کنار سرم. گفت فکر کردم گذاشتی رفتی. خم شد تو صورتم، دندوناشو به هم فشار میداد.
گفت دلم میخواست پیدات کنم و گردن تو بشکنم مهشید. یه لحظه سکوت کرد و بعدش آروم و تهدیدآمیز گفت هیچ وقت فکر ترک کردن من حتی از سرت رد نشه. خدا اون روزو برات نیاره مهشید. و من همونجا کنار دیواری که هنوز سرد بود فهمیدم این مرد عشقو با زندون اشتباه گرفته. ترسیده خیره بهش نگاه می کردم. مدتها بود فکر جدایی تو سرم چرخ می خورد. اما جرأتیشو نداشتم. میدونستم هیچ وقت نمیتونم ازش جدا بشم. میدونستم اگه حتی بهش فکر کنم بلایی سرم میاره که زنده موندنم خودش عذاب باشه. بلند شدم. پاهام میلرزید. با چشای خیس رفتم سمت اتاق. با دستای لرزون برا دکترش پیام دادم. نوشتم چی شد؟ نوشتم چی گفت؟ نوشتم چی کار کرد؟ نیما مریض بود. 8 سال از ازدواجمون میگذشت و هر سال وحشی‌تر از سال قبل میشد. اوایل نشون نمیداد یا شاید من نمیدیدم. محدود کردناشو میذاشتم پای عشق. کنترلگریاشو میذاشتم پای غیرت. میگفتم دوست داره، نگرانمه. اما کم کم زیاد شد. کم کم صداش رفت بالا. بعد دستش، بعد مشت، بعد لگد. هیچ وقت اولین باری که دستشو روم بلند کرد فراموش نمی کنم. فقط 1 ماه از عروسیمون گذشته بود. رفته بودم با خواهرم بازار. شلوغ بود. گوشیم تو کیفم گم شده بود. صداشو نشنیده بودم. وقتی رسیدم خونه قبل از این که حرفی بزنم مچ دستمو گرفت. اونقدر محکم که استخونم صدا داد. پرت شدم عقب. داد زد و بعدم زد. موهای بلندم از زیر شالم بیرون زده بود. همین کافیش بود. چشاش وحشی شد. قیچی رو از کشو کشید بیرون. جیغ زدم. سمتش دویدم اما زودتر رسید. همونطور که به سمتم حمله می کرد دستشو فرو کرد توی موهام و از ته زد. دسته های مو ریخت روی زمین. دنیا دور سرم چرخید. جیغ می زدم اما با مشت کوبید تو دهنم. صدام خفه شده بود. فقط حیق می زدم. هلم داد رو زمین. خم شد بالای سرم داد زد. بار آخرت بود. جواب ندادی یا فهمیدی؟ تا 1 ماه باهاش قهر بودم. 1 ماه سکوت. 1 ماه ترس. 1 ماه کبودی هایی که یواشکی می پوشوندم. حالا باز اون شب تکرار شده بود. مثل تموم شبای قبلیم. تو فکر بودم که نشست روی تخت. آروم شد. اومد جلو. دستمو گرفت تو دستاش و من همونجا فهمیدم وحشتناکترین جای این زندگی جاییه که بعد از کتک میاد دستتو میگیره. صورتم داغ شده بود. نگاه کوتاهی انداخت و گفت میبخشی منو؟ آه کشیدم. صدام خالی بود. گفتم راه دیگه ای دارم. اگه نبخشم چی میشه؟ مثل سری قبل که مجبورم کردی ببخشم. با کتک یادت هست؟ سرشو انداخت پایین. اما همون سکوتشم تهدید داشت. گفت مهشید باور کن دوستت دارم. هیچ کسو تو دنیا اندازه تو دوست ندارم. تلخ خندیدم. گفتم نیما الان پرم. بذار برم بالا پیش سمیه یکم دلم باز بشه. آهی کشید. چشم ازم بر نمی داشت. گفت سمیه شوهرش خونه است مهشید. من میرم بیرون بگو اون بیاد. نمیخواستم دوباره جنگ را بندازم. فقط سری تکون دادم. رفت. اما حتی صدای بسته شدن درم لرز داشت. چند دقیقه بعد سمیه اومد. با چشای اشکی دست کشید به صورتم. گفت الهی دستش بشکنه. رفتم تو بغلش و زار زدم. گفتم چیکار کنم سمیه خسته شدم. از بس کتکم زده. به خدا فقط 26 سالمه.
رفتارم شده شبیه دخترای 17-18 ساله. هیچی از زندگی نمیفهمم دیگه. با حرص گفت من که 1000 بار بهت گفتم بیا طلاق بگیر مهشید، خودت گوش نمیدی. سرمو تکون دادم و گفتم حرفا میزنی یا سمیه؟ طلاق بگیرم کجا برم؟ خونه پدری؟ که گفت وقتی با این آدم ازدواج میکنی دیگه اینجا جایی نداری. بعد 8 سال هنوزم از نیما بدش میاد. نفسم برید. گفت آخ که کاش اون موقع به حرفش گوش میدادم. هرچی میکشم از احمق بودنمه. سمیه محکم گفت منطقی باش مهشید. تا کی جوونی؟ تا کی صورتت قشنگه؟ 1000 بار گفتم بیا بریم پیش وکیل حرف بزنیم. دیوونه ای تو؟ اگه این کبودی ها رو میبردی پزشک قانونی نشون میدادی الان طلاق تو گرفته بودی. دستم لرزید. سمیه ادامه داد بیرحم اما واقعی. مهریتو بگیر، زندگیتو بکن. اصلا برو یه شهر دیگه، یه جایی که این وحشی ندونه کجایی. سرمو گذاشتم رو شونش. صدای قلبم تو گوشم میکوبید. میدونستم حق باهاشه، اما ترس مثل تناب دور گلوم پیچیده بود و بدتر از همه این بود که میدونستم اگه نیما بفهمه حتی به فکر رفتن افتادم این بار دیگه فقط کتک نیست. صبح روز بعد در خونه پشت هم به صدا در اومد. با دلشوره‌ای که بی هوا ریخت تو جونم از جا پریدم و در رو باز کردم. سمیه بود. با صورتی رنگ پریده و نگاهی که از ترس میدوید هراسون گفتم سمیه چی شده؟ آب دهنشو با زحمت قورت داد. چشاش دو میزد. پش کنان پرسید نیما خونه است؟ سرمو به نشونه نه به چپ و راست تکون دادم. ناگهان مچ دستمو گرفت و منو کشید داخل خونه. از زیر چادرش بسته‌ای بیرون آورد و با ترسی عریان پرتش کرد روی میز. مات و مبهوت خیره شدم. گفتم این چیه؟ با صدایی لرزون و چشایی پر از اشک گفت خودت ببین ولی خودتو نباز باشه. باید آروم فکر کنیم ببینیم کار کیه. حالا دیگه ترس کامل نشسته بود روی شونه هام. رفتم سمت بسته و بازش کردم. در که باز شد چندین ورق عکس روی زمین پخش شد. اونم چه عکسایی؟ همونجا همون لحظه فهمیدم در نقطه‌ای از زندگی وایسادم که آدم میتونه به خودکشی فکر کنه. اگه نمی کردم 100% نیما خودشونو میکشت. زانوهام برید و روی زمین افتادم. سمیه سری زیر بازوهامو گرفت. به صورتش نگاه کردم و بریده گفتم سمیه. با گریه گفت آروم باش مهشید، درستش میکنیم با هم. دستم لرزید. یکی از عکس‌ها رو برداشتم. عکسی بود که توی ماشین کنار یه آقایی نشسته بودم. یادم بود کیه. دقیقاً برای همون شبی بود که رفتم فروشگاه. میخواستم زود برگردم خونه. تاکسی نگرفتم. عقب ماشین 2 آقا نشسته بودن. مجبور شدم جلو بشینم. من آخرین نفری بودم که پیاده شدم. اما این عکس‌ها یه جور دیگه گرفته شده بود. یه حالت مسخره عاشقانه داشت. توی عکس‌ها راننده خیره نگام می‌کرد. با لبخند. سرم گیج رفت. سمیه لیوان آبو آورد جلوی دهنم ولی دستم بالا نمی اومد. حس مرگ داشتم. واقعا حس می کردم همین روزا تمومم. جون تو تنم نبود. نفسم می لرزید. تو پاکت روی یه کاغذ نوشته شده بود اگه میخوای نیما از این عکس‌ها با خبر نشه بهتره هر کاری بهت میگم بکنی. منتظر من باش. اشک از چشم را افتاد. تازه فهمیدم چه بلایی سرم اومده. جیغ میزدم. خودمو میزدم. دیگه کنترل نداشتم. میدونستم نیما منو میکشه. مانتوی سمیه رو چنگ زدم. گفتم این عکس‌ها رو از کجا آوردی؟ با استرس گفت دم در خونتون افتاده بود. برداشتمش. یهو عکس‌ها ریخت بیرون. با گریه گفتم
تو رو خدا بسوزونشون سمیه. اگه نیما اینا رو ببینه من مردم، منو میکشه. سمیه عصبی شد و گفت دیوونه شدی؟ برگه توشو ندیدی؟ شب جمع میشیم براش توضیح میدیم. خودت بگی بهتره مهشید، حداقل بهت شک نمیکنه. با صدای بریده‌ای گفتم اگه بگم من فکر میکنه من مقصرم، تو مگه نیما رو نمیشناسی؟ جملم تموم نشده بود که صدای باز شدنی در اومد. قفل چرخید و دستگیر پایین رفت. نیما اومد تو. همه چی یخ زد. هوا، نفس، دل من. نگاش چرخید سمتم. تا به خودم بیام سمیه نشست رو عکسا و چادرشو گذاشت رو عکسا. با ترس خیره شده بودم به نیما. نیما مشکوک نگاهی بهمون کرد و گفت چتونه؟ چرا اینقدر ترسیدین؟ گفتم هیچی بابا، یهویی اومدی تو ترسیدم. سری تکون داد و رفت سمت اتاق. نفسی کشیدم. سمیه سری عکس‌ها رو از زیر چادرش برداشت و گذاشت تو لباسش. با استرس گفت میبرمشون بالا. دستاشو گرفتم و گفتم سمیه بسوزونشون تو رو خدا. سری تکون داد و با سرعت رفت بالا. رفتم آشپزخونه یه چی درست کنم که بهونه دستش ندم. این روزا خیلی بیشتر حساس شده بود رو همه چیز. داشتم پیاز و تفت می دادم که صدای گوشیم از اتاق اومد. رفتم اتاق که دیدم نیما رو تخت نشسته و گوشیم دستشه. سوالی نگاش کردم و گفتم کی بود؟ با چشای خونی گفت تو باید بگی کی بود نه من. چشاشو که دیدم ترسیدم. یه قدم عقب رفتم که بلند شد. گفتم به خدا نمیدونم کی بود. بده نگاه کنم خب. با خشم گفت اگه نمیدونی، اگه کاری نکردی، پس برای چی اینقدر ترسیدی هان؟ راست میگفت. با این ترسیدنای الکیم داشتم خودمو مقصر میکردم. چشم بستم و گفتم به خدا به خاطر رفتارای تویی که میترسم. اومد جلو دستمو کرد تو موهامو کف سرمو نوازش کرد. نفس راحتی کشیدم که یهو سرم کشیده شد. گوشی اومد جلوی چشم. یه SMS اومده بود برام. چشامو با درد بستم. کی داره با زندگیم بازی میکنه؟ گفت سلام عزیز دلم، زنگ بزنم بهت؟ شوهرت که هنوز نیومده. با ترس گفتم نیما به خدا نمیدونم کیه. اصلاً خودت زنگ بزن بهش. به قرآن نمیشناسمش. چشاش خون افتاده بود. مهشید خدا برات نیاره، میکشمت مهشید. سرمو هل داد و زنگ زد. با گوشیم به همون شماره. استرس داشتم فکر میکردم کی میتونه همچین کاری با هم بکنه که یهو صداش اومد. گفت سلام مهشید جان، خوبی؟ زمان وایساد. حس مرگ گرفتم. کارم تموم بود. چشم به نیما بود. انگار که فرو ریخت. چشاش ناباور بود. نمیدونم ولی حس کردم انگار توی چشاش اشک جمع شده بود. تلفن رو قطع کرد و خیره شده بود بهم. چشمشو که بست اشکش چکید. خدای من، دلم میخواست فرار کنم. چشم که باز کرد هیچ اثری از نیما نبود. در طی این سالها من نیما رو مثل امشب ندیده بودم. با صدای لرزون گفتم نیما. پره های بینیش باز و بسته می شد. تو چشم به هم زدنی به سمتم حمله کرد. جیغ کشیدم و سمت در رفتم. از پشت موهامو گرفت و منو رو زمین کشید. نمیدونم چک و لگداش کجای بدنم میخورد. فقط از یه جایی به بعد فهمیدم دیگه چیزی نمیفهمم. چشام رو هم افتاد و دنیا برام تیره و تار شد. با درد چشامو باز کردم. خیره شدم به سقف. حس می کردم تموم بدنم از درد میکشه. سر چرخوندم، شوکه شدم. خدای من نه نیما، هیچ کدوم لباس تنمون نبود. خدای من، فکرشم نمی کردم تو بیهوشی با من همچین کاری کنه. حرصشو اینجوری خواسته بود سر من خالی کنه. بی صدا گریه می کردم.
حس جنون ریخته بود توی رگام، نه آروم نه یواش، مثل آتیشی که از توی جمجمم زبونه بکشه. خواستم فقط یه بار خودم باشم، یه بار مراعات نیما رو نکنم. چشام میپرید، دستام میلرزید، مغزم دیگه فرمون نمیگرفت. نمیدونم چی شد، فقط یادم جیغ کشیدم، جیغایی که انگار از ته چا می اومدن. مشت زدم پشت سر هم کورکورانه. به نیما میکوبیدم و منتظر بودم وحشی بشه، منتظر بودم بزنه بشکنه لهم کنه، اما نکرد. فقط چشاشو باز کرد و به سقف زل زد. همین. اون لحظه حالم بدتر شد، خیلی بدتر. فریاد زدم خدا لعنتت کنه نیما، آشغال عوضی، تو چقدر حیوونی، خدا منو بکشه تا تو راحت شی. جیغ زدم تا صدام شکست، تا گلوم سوخت، تا بالاخره قرید. گفت بس کن، دهنتو ببند مهشید. لال شدم، نه از ترس، از خورد شدن، به معنای واقعی لال. با خودم گفتم من چرا اینقدر خاک بر سرم؟ چرا دارم مثل یه آدم له شده زندگی می کنم؟ خودم جوابشو می دونستم. زیر لب با صدایی که از خودم نبود گفتم هیچ وقت نمی بخشمت. خواستم بگم که مدیونت نباشم. میخوام اگه یه روزی دیدی هی بد میاری بدونی کی کجا تو رو نبخشیدم. اگه یه جا امیدت زنده شد و همونجا مرد بدونی قبلا خودت همین بلا رو سر من آوردی. نبخشیدمت و هیچ وقتم نمیبخشمت. نگام کرد سرد و بیرم. گفت زمانی هم نداری برای بخشش. نمیخوام آدمی مثل تو منو ببخشه. تو کثیفی مهشید. من باهات بودم که شبیه تو کثیف شم که یادم نری با من چی کار کردی. ازت انزجار دارم، اما دل احمقم هنوز دوست داره. اونجا بود که خندیدم، نخنده، قهقهه دیوونه بار. گفتم دوستم داری؟ این اسمش دوست داشتنه؟ یا فقط عادت کردی به زنی که هر روز تکه تکش میکنی و هنوزم کنارته؟ زنگ خونه به صدا در اومد. بلند شد و رفت سمت در. من هنوز خیره به سقف بودم که صدای فریادش اومد. چشم بستم. خدایا این چه عذابیه که داری بهم میدی؟ لباس پوشیدم و رفتم توی سالن. نشسته بود رو مبل و سرشو گرفته بود. نگام خورد به دست گلی که پرت کرده بود سمت دیوار. گریم گرفته بود. گفتم نیما تو رو خدا باور کن، نمیدونم این آدم کیه که داره همچین کاری با من میکنه. تو رو قرآن حرفای منو باور کن. رفت سمت گل. یه دسته گل پر از روزای صورتی. کارت روشو برداشتم. نوشته ی روش باعث شد چشام سیاهی بره. گفت برای مهشید عزیزم، امیدوارم زودتر از اون خونه خلاص بشی عزیزترینم. دوست دارم. از طرف دوستدار همیشگیت. عصبی پامو بلند کردم و کوبیدم به گل و جیغ زدم خدا لعنتتون کنه. خدایا دیوونم کردن. به سمت نیما برگشتم که هنوز سرشو انداخته بود پایین. رفتم سمتش و پایین پاش نشستم. تکونش دادم و گفتم نیما من نمیدونم این آدم کیه. سر که بلند کرد داغون شدم. چشاش پر از اشک شده بود و رگای پیشونیش زده بود بیرون. سوالی نگاش کردم که ادامه داد میخوام طلاقت بدم مهشید. یه چیزی توی مغزم منفجر شد. طلاق؟ چیزی که بهش همیشه فکر میکردم ولی جرأت انجامشو نداشتم. اینو گفت و رفت بیرون. به سرعت سمت گوشیم رفتم و به اون شماره زنگ زدم. بعد چند تا بوق گفت سلام عزیزم، خوبی؟ از دست گلت خوشت اومد؟ زبونم به سقف دهنم چسبیده بود از ترسی که تو دلم بود. با لرز گفتم تو کی هستی؟ گفت الهی فدای صدای لرزونت بشم. مگه شوهرت پیشته که میگی منو نمیشناسی؟ هرس وجودمو گرفته بود. عصبی گفتم چرا مزخرف میگی؟ میگم کی هستی که داری با من بازی میکنی؟ این گل چیه؟ اصلاً منو از کجا میشناسی عوضی؟ خندید و گفت مهشید جانم
بیادب نبودی که تو عزیزم. نگران نباش. به موقع میفهمی من کیم. گفتم یعنی چی که به موقع میفهمم؟ عوضی آشغال. تو باعث شدی یه جای سالم تو بدنم نمونه. خدا لعنتت کنه. تو حرفم پرید و گفت نگران نباش عزیزم. این روزا تموم میشه و تو از دست اون آدم خلاص میشی. متعجب به گوشی نگاه کردم. این آدم دیوونه بود. حقیقتاًم ترس برم داشته بود. همین که میدیدم یکی اینقدر داره بهم اهمیت میده خوشحال بودم. کاری که نیما تو این 8 سال برام نکرد. بی حال نشسته بودم کنج خونه و گوشی تو دستم بود. صداش اومد که گفت باز بهت زنگ میزنم مهشید کوچولو. تا موقعی که از اون خونه درت بیارم تحمل کن عزیزم. خدای من، این کی بود که داشت برای من اینقدر تلاش میکرد؟ یه حسی داشتم. تو فکر بودم که در خونمون زده شد. دیگه میترسیدم. همش منتظر یه اتفاق بودم. سمت در رفتم و از چشمی نگاه کردم. با تعجب دوباره نگاه کردم. پدرم خونه من نمی اومد ولی الان پشت در بود. در رو باز کردم که توی یه لحظه پرت شدم عقب. گفت دختره احمق، با آبروی من بازی میکنی؟ چه گوهی داری میخوری هان؟ زانو زد و موهامو کشید که جیغ بلندی زدم. مگه نگفتی این مردکو میخوای هان؟ حالا فیلت یاد هندسون کرده؟ لال شده بودم. تکونم میداد و حرف میزد ولی من کوب کرده بودم و هیچی نمیشنیدم. چقدر من بدبخت بودم. سرمو کوبید به زمین که منگ شدم. توی یه لحظه چشم خورد به در. مادرم وایساده بود و هیچ کاری نمی کرد. نیما یهو پشتش ظاهر شد و به سرعت اومد سمتم و پدرمو از روم بلند کرد و هلش داد یه طرف دیگه. داد زد هیچ معلومه دارید چی کار میکنید؟ تو خونه من روی زن من دست بلند میکنید؟ مهشید خطایی هم کرده باشه اونی که باید تنبیش کنه منم نه شما. هری برید از خونه من بیرون. پدرم با عصبانیت توفی انداخت رو زمین و رفت. در که بسته شد نیما به هم نگاهی انداخت و گفت میبینی؟ سزای آدم خیانتکار همینه مهشید. شاید الان جلوشو گرفتم. اونم به خاطر غیرتم بود. ولی از خدام بود وقتی میرسیدم کشته بودنت. کلمه کشته بودنت تو مغزم اکو میشد. گوشیم بغلم افتاده بود و خاموش روشن شد. دیگه حالم داشت از گوشی به هم میخورد. هرچی میکشیدم از این گوشی بود. اما کنجکاوی نذاشت نبینم که چه پیامی اومد برام. پیامو باز کردم. تنم یخ زده بود. یا خدا، این آدم کی بود؟ کی داشت با من بازی میکرد؟ با ترس خیره شده بودم به نوشته های توی گوشیم. گفت مهشید جانم، بهت قول میدم تقاص این کتکایی که بهت میزنن و بدن. فقط تحمل کن چند وقتی رو عزیزکم. دلم میخواست اوق بزنم و همه چیزو بالا بیارم. متنش یه جوری بود انگار که داشت مسخرم میکرد. براش نوشتم خودتو بهم نشون بده. چرا داری با هم این کارو میکنی؟ دیگه تنم طاقت این همه کتکو نداره. یه کاری با هم کردی که حتی نمیتونم خونه پدرم برم. خدا لعنتت کنه. در جواب فقط یه کلمه برام نوشت. آخرش نزدیکه. من بهت از هر کسی نزدیکترم. تحمل کن. عوضی آشغال. مشخصه داره با هم بازی میکنه. دیگه شک داشتم. کی بود که میدونست امروز اینجا چه خبره؟ متعجب به این فکر کردم که اصلا سمیه کجاست که پیداش نیست. به تنها کسی که میتونستم شک کنم سمیه بود. کسی دیگه ای تو این ساختمون نیست که از ماجرا خبر داشته باشه. ناامیدتر از همیشه رفتم سمت حموم و نشستم زیر آب. نگاهم به تیغ افتاد. توی یه تصمیم ناگهانی بلند شدم و برش داشتم. دیگه خسته شده بودم. زندگی برام جهنم بود. حس می کردم مرگ برام بهتر از هر چیزیه. اصلاً شده کسی تو جایگاه من باشه؟
شده حس کنه به ته خط رسیده. من حس می کردم به ته خط رسیدم. نیما هم اینو فهمیده بود. می فهمیدم که دیگه از اون عشق و علاقش هیچی نمونده و نفرت هم جاشو گرفته. تیغو گذاشتم رو مچ دستم و چشم بستم. تموم روزایی که عذاب کشیده بودم اومد جلوی چشمم. میخواستم این عذاب تموم بشه. تیغ رو رگم بود که مشت محکمی به در خورد. از جا پریدم. صدای نیما اومد که گفت یه ساعته داری چی کار میکنی اون تو؟ با ترس گفتم الان میام، دارم شیو میکنم. خندید. صدای خندش اومد و پشت بندش گفت شیو میکنی؟ که چی؟ واقعا تو این اوضاعی که داری به فکر شیو کردنی؟ چقدر حال به هم زن شدی مهشید. زود باش لشتو بیار بیرون. میخوام ببرمت کلانتری. میخوام شکایت کنم ببینم این عوضی کیه. اون وقت میخوام ببینم بازم میگی نمیشناسیش. زیر آب زجه زدم و موهامو کشیدم. حقیق بی صدا میکردم و تو سرم میزدم. تیغو از زمین برداشتم و محکم کشیدم رو دستم. خون روی سرامیکای سفید ریخته می شد و من شلتر می شدم. نشستم کف زمین و به سرامیکایی که هیچ رنگ سفیدی نداشت خیره شدم. آرزو می کردم که بمیرم. همینجا تموم شه. داشتم تموم می شدم. حس می کردم بدنم کرخ شده. مرگ همینقدر راحت بود. صدای جیغ می اومد. پلکام به هم چسبیده بود. اطرافم رو درست درک نمی کردم. اما صدای جیغی که می اومد قشنگ رو مغزم بود. کمی که اطرافم رو نگاه کردم فهمیدم تو بیمارستانم. با صدای کوبیدن در فکر کردم کسی اومده، ولی انگار یکی سعی داشت بیاد داخل و نمیتونست. یکی با صدای بلند گفت برید کنار، برید کنار، تا حساب این زنی که یه عوضی رو برسم. این آشغال با شوهر من ریخته رو هم، شما جلوی منو میگیرید؟ مهشید کثافت، ایشالله بمیری. اگه نمیری خودم میکشمت. خدایا. صدای سمیه بود. با من داشت اینجوری حرف میزد. چی داشت میگفت؟ با شوهر من؟ منظورش حمید بود. صدای داد نیما اومد که گفت بس کن سمیه. میبینی که رو اون تخت افتاده. بذار زنده شه. اگه این چیزا راست باشه خودم دهنش رو سرویس میکنم. مردمک چشمم از ترس میلرزید. خدایا چه بلایی داشت سر من میومد. لحظه ای صدای پدرم رو شنیدم. خدایا تا حالا یه بارم اینجوری با من حرف نزده بود. سمیه جان بیتابی نکن دخترم. من خودم این دختری بیشرف و آدمش میکنم. بهت قول میدم. در که باز شد من سریع چشامو بستم. صدای مادرم اومد که گفت چرا با زندگیت این کارو کردی مهشید؟ درست زمانی که نیما یکم آروم شده بود میخواست ببرت تا شکایت کنی چرا این کارو کردی؟ مگه تو عقل نداری دختر؟ میدونی الان چی شد؟ اینا میگن اگه کاری نکرده چرا خودکشی کرده؟ اونم با کی؟ با حمید؟ سمیه مثل خواهرت بود مهشید. خیالم راحت بود اگه بخواد اتفاقی بیفته سمیه تو این ساختمون لعنتیه. تو اونم از خودت دور کردی. بهش نگاه کردم و گفتم مامان به خدا قسم اینطوری نیست. به قرآن من اصلا خیلی وقت حمیدو ندیدم. مامان به قرآن قسم حمید مثل برادرمه. اصلا سمیه چرا همچین چیزی میگه؟ مگه تا حالا چیزی از من دیده؟ هیچ رحم و دلسوزی تو چشای مادرم نمیدیدم. تو چشام نگاه کرد و گفت کاش میمردی مهشید. اینجوری میگفتم دخترم مرده. لال شدم. فقط نگاش کردم که بلند شد و به سمت بیرون رفت. حس میکردم دنیا برام شب شده. واقعا چی میشه که یه مادر راضی به مرگ بچهش میشه؟ اینکه باورم بشه همه اینا زیر سر حمید بوده برام غیر قابل باور بود. من هیچ وقت هیچ رفتاری از حمید ندیده بودم. بدتر از همه باورم نمیشد این حرفا رو سمیه داره بهم میزنه.
اون میدونست من هیچ کاری نکردم. لجم گرفته بود. میخواستم یه کاری کنم که پشیمون شن، اما اینکه چیکار کنم نمیدونستم هنوز. نیما اومد تو و پوزخندی برام زد. گفت خیلی سگجونی مهشید. البته آدمی مثل تو نباید اینجا روی این تخت باشه. چرا این کارو کردی؟ میدونستی من میارمت بیمارستان نه؟ اون بیشرفم که فعلا در رفته، ولی بلایی به سرت میارم که هر ثانیه التماس مرگ کنی. روزای جهنمیت تازه شروع شده. تو چشام نفرتم و ریختم و خیره شدم بهش. اومد نزدیک و دستشو گذاشت رو بقیه دستم و فشار داد. حس کردم گوشت تنم ریش ریش شده. جیغی از درد کشیدم و خودمو کوبیدم به تخت. خون دستمو برداشته بود. با اشک نگاش کردم. خدایا مگه اینجا بیمارستان نیست؟ چرا اینا رو بیرون نمی کنن؟ این مرد واقعا دیوانه بود. رو پله ها افتاده بودم و همشون رفته بودم بالا. تقریبا برای هیچ کدومشون مهم نبودم. جلوی در که رسیدم صدای پایین اومدن کفش از پله ها اومد و تا به خودم بیام سرم از پشت اسیر دستای سمیه شد. موهامو کشید و پشت هم زد تو صورتم. گفت آشغال عوضی، پس فطرت، زندگیمو خراب میکنی؟ میکشمت، نابودت میکنم مهشید. شوکه شده فقط جیغ میکشیدم و با دست سالمم هلش میدادم. در واحد باز شد و نیما با عجله اومد بیرون. گفت چه خبریتونه؟ ولش کن سمیه. بهت گفتم صبر کن، نگفتم؟ این کارا چیه؟ سمیه گفت تو چی میگی؟ تو هم بدتر من احمقی. تو تموم مدت داشته ما رو بازی میداده. نمیفهمی چه بلایی سرمون اومده؟ دست کرد تو جیبش و تموم عکسایی که قرار بود بسوزونه رو آورد بیرون و پرت کرد تو صورت نیما. گفت ببینش، فکر کردی فقط با یه نفر بوده؟ فکر کردی فقط با حمید بوده؟ معلوم نیست این مرده کیه؟ توفی تو صورتم انداخت و ادامه داد خیلی کثیفی مهشید، خاک تو سرت. تو حتی لیاقت زندگی کردنم نداری. اما من هیچی نمیشنیدم و تموم نگاهم به سمت اون عکسا بود. عکسایی که نیما داشت با ناباوری نگاش میکرد. ترسیده یه قدم به عقب برداشتم که در باز شد و پدر مادرمم اومدم بیرون. چشم بستم و آهی کشیدم. این بار کارم تموم بود. نیما از رو زمین بلند شد و نگام کرد. پره های بینیش باز و بسته می شد. یه قدم دیگه رفتم عقب که اومد به سمتم. گفتم نیما تو چند ساله با من زندگی کردی؟ با لرز گفتم مشخص نیست یکی داره با همون بازی میکنه؟ نیشخند زد و گفت بازی؟ مهشید چی کار کردی با من؟ لعنت به تو. دلم خوش بود شاید اشتباه شده. میخواستم حرفاتو باور کنم. با این عکس‌ها گند زدی تو اعتمادم مهشید. مهشید آخرشو با داد گفت و اومد سمتم. با ترس رفتم عقب و 2 پله رفتم پایین. از پشت دست انداخت دور دستم و منو کشید بالا. جیغ زدم و بابامو صدا کردم. نیما زد تو دهنم و منو کشید بالاتر. با پاهام بهش ضربه می زدم و اشک می ریختم. می دونستم منو ببره تو خونه کارم تمومه. انقدر کشمکش کردیم تا چشم خورد به مادرم. اون صحنه رو که دیدم دیگه حرکت نکردم. باورم نمی شد. سمیه رو بغل کرده بود و دلداریش می داد. خدایا من بچهش بودم. بی حرکت بودنم باعث شد نیما ولم کنه و ندید که من بچه موندم. تا به خودش بیاد درد تا مغز استخونم رفت. رو پله ها پرت شدم و گرمی خونو تو دهن و سرم حس کردم. چشام تار شد و لحظه آخر چشای متعجب نیما جلوی چشام بود و بعدم تاریکی مطلق و افتاد اون اتفاقی که نباید. من بعد به هوش اومدنم فهمیدم که باردار بودم. همه چیز یه دفعه دیگرگون شد. تموم اتهاما به سمتم اومد.
سمیه می گفت چون دیدی من بچه دار نمیشم خواستی زیر پای حمید بشینی و بچه دار بشی؟ نیما رو حراست بیمارستان نگه داشته بود. انقدر سرشو کوبیده بود به دیوار که 11 تا بخیه خورد. پلیس اومد که شکایت کنم، اما من اصلاً تو این دنیا نبودم. این اتفاقا واقعاً طبیعی بود. خدا چرا داشت انقدر منو امتحان میکرد؟ فکر کنم قلبم از سنگ شده بود که میخواستم این جنین بمیره. جنین، بچه من. اینا تو سرم میچرخید و باعث میشد حس جنون بهم دست بده. حمید پیداش نبود. چیزی که مطمئنم میکرد همه چیز زیر سر حمید بوده این بود که بعد غیب شدنش دیگه تماسیم از اون شماره ناشناس نداشتم. نیما تقاضای DNA برای بچه کرده بود. دکترها میگفتن چون جنین خیلی در خطره توصیه نمی کنن، اما نیما اصرار داشت که حتما این آزمایش انجام بشه. منم اصرار داشتم. برام مهم نبود چه بلایی سر این بچه میاد. فقط میخواستم جواب آزمایش بیاد و رسوایی همشونو ببینم. تک تک پرستارا خیلی بد نگام میکردن، ولی انقدر میدیدن که بی‌پناهم و هیچکی پشتم نیست. اونا انگار با یه موجود چندش روبرو شده باشن اصلا محلم نمیکردن. ما آدما چقدر در روز داریم همدیگر رو قضاوت میکنیم. آزمایش انجام شد. من مرخص شدم. از پدرم خواهش کردم که منو با خودش ببره خونشون. داشتم لباس عوض میکردم که مرخص شم. گفت با لباس سفید رفتی، با کفنم بر میگردی. جات خونه شوهرت محشید. اگه با انتخاب من شوهر میکردی جات رو تخم چشم بود، اما الان با این انتخابی که کردی هیچ جایی تو خونه من نداری. با چشای اشکی گفتم بابا یه روز پشیمون میشی که دیگه خیلی دیره. یه روز که شاید من تو زندگیتون نباشم. بابا یه روز آرزوی دیدنمو میکنی. بی حرف رفت بیرون. آدمی شده بودم که هیچ راهی به غیر از پناه بردن به نیما نداشتم. نه پولی داشتم که بخوام فرار کنم، نه کسی رو داشتم که بخواد بهم کمک کنه. به سمت بیرون رفتم. آروم قدم برداشتم. نیما رفته بود صندوق و گفته بود برم سمتش. حتی براش مهم نبود که شاید نتونم راه برم. تو فکر بودم که یهو دستم کشیده شد و پرت شدم توی اتاق تاریک. ترسیده جیغی کشیدم که دستش موند رو دهنم. نفس زدم و جیغ خفه‌ای کشیدم. پشتم بود و هیچ دیدی بهش نداشتم. برقا روشن شد و برم گردون سمت خودش. چشام درشت شد و ترسیده قدمی عقب گذاشتم. گفت جیغ نزن. خب میخوام باهات حرف بزنم. لرزیده گفتم حرف بزنی؟ پس فطرت چی کار کردی با من حمید؟ گفت وقت ندارم محشید، خوب گوش کن. من چاره‌ای نداشتم. دیگه خسته شده بودم. چند سال این حسو تو دلم نگه داشتم. میخوام بهت زنگ بزنم. خب میخوام موقعیت جور کنی و زمانی که بهت خبر دادم با من بیای. خودت میدونی که نیما نمیذاره یه آب خوش از گلوت پایین بره. عصبی سمتش رفتم و زدم تحت سینه‌ش و گفتم به تو چه؟ هان به تو چه؟ تو چه کاری که به من فکر کنی؟ زندگی منو به هم ریختی عوضی. الان به نیما میگم که توی آشغال اینجایی. هلش دادم و سمت بیرون رفتم که گفت وقتی رفتی من دیگه اینجا نیستم. به حرفم فکر کن وگرنه بد میبینی محشید. یا به من گوش میدی یا مجبورت میکنم به من گوش بدی. ترسیده عقب رفتم و گفتم خجالت بکش، تو جای داداشمی. چشاش برقی زد و گفت برو محشید، نمیخوام بیشتر از این نیما بهت شک کنه. فقط اینو بدون که اگه با من نیای خیلی کارا میتونم بکنم. اینو گفت و منو تنها گذاشت و رفت. نفس عمیقی کشیدم و رفتم بیرون. از راهرو که گذشتم از دور نیمایی رو میدیدم که سرگردون داشت
این ور اون ورش رو نگاه میکرد. چشمش که به من خورد با سرعت سمت من اومد. مچ دستم رو گرفت و کشید سمت ماشین. گفت هیچ معلومه کدوم گوری هستی؟ تون تون راه میرفت و این باعث شده بود زیر شکمم درد بگیره. آروم بهش گفتم نیما آرومتر، زیر شکمم درد گرفته. پوزخند زد و در ماشین رو باز کرد و پشت بندش هلم داد تو ماشین که نفسم از درد رفت. خودشم سوار شد و گفت به درک که درد میگیره. واقعا فکر کردی نگران اینم که بچت بیفته؟ خب بیفته. من فقط منتظر اینم که جواب اون آزمایش کوفتی بیاد. روزا داشت پشت سر هم میگذشت تا رسید به روزی که من استرسشو میکشیدم. شماره‌ای که حمید باهاش بهم زنگ میزد از صبح هی میافتاد رو گوشیم و من فقط با ترس بهش خیره شده بودم. یه عالمه SMS داده بود که من جرأت اینو نداشتم حتی بازش کنم. انقدر زنگ زد تا اینکه دیگه ترسیدم نکنه نیما سر برسه و این بار زنگ بزنه. رفتم سمت موبایل و جواب دادم و گذاشتم رو گوشم. گفت اگه باز جواب نمیدادی میخواستم بیام زنگ خونه رو بزنم. ترسیده سیخ نشستم. سری پا شدم رفتم سمت پنجره و پرده رو کنار زدم. پایین ساختمون یه ماشین تکیه داده بود و نگاهش به من بود. ترسیده گفتم تو چه جور آدمی بودی که من این همه سال نشناختمت؟ سمیه چطور این همه مدت زیر یه سقف با تو زندگی کرده؟ خندید و گفت سمیه؟ هیچ میدونی همین سمیه واسه نیما تور پنگ کرده؟ هیچ میدونی چند بار مچشو با بقیه گرفتم؟ فکر میکنی سمیه خیلی پاکه؟ سمیه سالهاست میدونه من به تو علاقه دارم. متعجب خیره شده بودم بهش و حتی یادم رفته بود نفس بکشم. خدایا این زن و شوهر چقدر کثیف بودن. با لکنت گفتم چطور میتونید انقدر کثیف باشید شما دوتا؟ چشم بستم و ادامه دادم. گفتم اینو بدون من با عذاب زندگی کردم با نیما رو ترجیح میدم با آدم کثیفی مثل تو. دیگه به من زنگ نزن حمید، حالم ازت به هم میخوره. خندید و گفت فکر کردی من اینقدر احمقم که موقعیتم رو خراب کنم و با یه به من زنگ نزن تو پا پس بکشم؟ از من بترس مهشید، چون نیما شاید فقط تو رو کتک بزنه ولی من خیلی کارای بیشتری میتونم بکنم. مطمئن باش اینو که اگه خودت با من نیای یه کاری میکنم نیما پرتت کنه بیرون. اون موقع مجبوری با من بیای. پلک راستم از عصبانیت میپرید. عصبی جیغ زدم گفتم خفه شو عوضی، حالم ازت به هم میخوره آشغال. تو یه حرومزاده‌ای. تا اومد یه چیزی بگه چشم خورد به ماشین نیما که پیچید توی کوچه و روح از تنم بیرون رفت. نیما رسید. شد اون چیزی که نباید میشد. منو دیده بود دست به گوشی، حمیدو دیده بود دست به تلفن. رسیده نرسیده از ماشین پایین پرید و سمت حمید دوید. چنان درگیری پیش اومد که نگم. مشتایی بود که به سر و صورت هم دیگه می زدن. جیغ زنان رفتم پایین. وقتی رسیدم بیرون نیما رو سینه حمید نشسته بود و مشتایی بود که به صورت حمید می زد. از پشت گرفتمش و شروع کردم به داد زدن. کمک کنید. گفتم نیما ولش کن، قربونت برم کشتیش. نیما تو رو خدا. گریه می کردم و درخواست کمک می کردم. مردم جمع شده بودن ولی کسی وسط نیومد. از دور سمیه رو می دیدم که می دوید به سمتشون. گفتم سمیه بدو کشتش. زورم بهش نمی رسید. چنگ انداختم تو صورت نیما تا ولش کنه. مطمئن بودم که می کشتش. موهام از پشت کشیده شد و سمیه پرتم کرد عقب. دست گذاشت رو بازوی نیما و گفت نیما جان عزیز دلم، ارزش نداره دستت به خونه این عوضی آلوده بشه. خوش شدم. حرفای حمید تو سرم میچرخید. زنی که یک کثافت.
بلند شدم و چنگ انداختم به صورت نیما و مجبورش کردم ولش کنه. حمید تلو تلو خوران خودشو عقب کشید. نیما به محض بلند شدن پرتم کرد و من با شکم برخورد کردم به ماشین پشت سرم. درد همه جامو گرفته بود. جیغ زدم و خون از زیر شلوارم ریخت. 2 زن به سمتم اومدن و زیر دستامو گرفتن. دست رو شکمم گذاشتم و با درد گفتم بچم مرد. آخرین چیزی که دیدم حمید بود که داشت خودشو به سمت من میکشید و از هوش رفتم. جیغایی بود که میکشیدم. طفل معصومم از بین رفت. من ندیدمشو، از بین رفت. خودمو به تخت میکوبیدم و زار میزدم. پرستارا به هم مسکن زدن و بازم در عالم بیخبری فرو رفتم. به هوش که اومدم شب بود. از پنجره بیرون رو نگاه کردم و فکر کردم. آرومتر بودم. در باز شد و مادرم اومد تو. صورتش عصبانی بود و اخم داشت. نشست رو صندلی و شروع کرد به حرف زدن. گفت همینو میخواستی مهشید؟ تو داشتی با حمید حرف میزدی؟ میدونی مهشید؟ حمید از نیما شکایت کرده و اونو انداخته بازداشتگاه. پلیس پشت دری. نمیخوام تو شکایتی ازش بکنی، فهمیدی؟ تو خیانت کردی و اون بنده خدا تو بازداشته. حرسی گفتم برو بیرون، ازت متنفرم. تو مادر من نیستی. من بچه‌مو از دست دادم نامرد. تو به من اعتماد نداری. من دخترتم. هر چقدر خیانتکار باشم، هر چقدر بد باشم، تو باید پشت من می بودی. من از نیما شکایت می کنم. حمید خوب کاری کرد. اصلا خوب کاری کردم که با حمید بودم. برو بیرون تا حرمت بینمونو نشکستم. با مشت زد رو دستم و رفت بیرون. پلیس اومد و من شکایتمو ثبت کردم. این آدم بچه منو کشته بود. 1 ساعت بعد در باز شد و حمید وارد شد. دیگه حس بدی به حمید نداشتم. شاید احمق بودم. باورم نمیشد که شوهر دختر عموم عاشقم شده بود. نگاهی بهش کردم و گفتم خجالت نمیکشی که اینجایی؟ بچم مرد. همینو میخواستی؟ تو زندگی تنها شانسی که آوردی اینه که به این نتیجه رسیدم اون بچه جایی تو این دنیا نداره. لبخندی زد که بیشتر اعصابم خورد شد. گفت مطمئنی؟ اگه این بچه برات مهم نبود پس چرا از نیما شکایت کردی؟ لبخندش عمیق‌تر شد و ادامه داد. گفت مهشید به من حس داری، درسته؟ متعجب بهش خیره شدم. گفتم دیوونه شدی؟ این مزخرفات چیه؟ من اگه این کارو کردم به خاطر خودم بود. میدونستم اگه این کارو نکنم نیما منو زنده نمیذاره. حمید لطفاً از اینجا برو. دیگه هم بر نگرد. خواهش میکنم. من میخوام زندگی کنم. این موضوع رو بفهم لطفاً. حرسی گفت زندگی کنی؟ با کی؟ با نیما؟ تو توی این چند سال زندگی کردی یا فقط کتک خوردی؟ ناسزا شنیدی؟ بارها شاهد این بودم که اگه یه مسافرت تو رو برد با صورت کبود شده تو رو برگردون، یا اگه یه عروسی رفتی با بدن کبود شده برات گردون. اشک از گوشه چشام میریخت و به حرفاش گوش میکردم. راست میگفت. همه ی حرفاش راست بود. نیما تو این زندگی به من ظلم کرده بود. اشتباه کردم که تو این زندگی مونده بودم. بهش نگاه کردم و گفتم شاید نیما به من بد کرده باشه، ولی به هر حال دوستم داره. من جایی ندارم برم. پدر مادرم نمیخوان که من برگردم پیششون. نمیتونم ازش جداشم. اومد نزدیکتر و گفت مهشید من هستم. به خدا هستم. تو رو خدا دل تو راضی کن و جدا شو. مهشید من دیغ کردم از بس دیدم نیما داره کتکت میزنه. من و تو فقط پیش آدمای اشتباهی هستیم. من و سمیه هیچ علاقه‌ای به هم نداریم. با ناراحتی نگاش کردم و گفتم نمیشه حمید، بفهمینو. میشیم توف سربالا. همه منو تو رو به چشم یه خیانتکار میبینن. من نذاشتم هیچ فامیلی زندگی منو ببینه و بدونه چه زجری کشیدم. تو هم همینطور. منی که طبقه پایین خونت بودم نمیدونستم با سمیه مشکل داری. عصبی دست کشید رو صورتش و گفت تا کی میخوای برای مردم زندگی کنی؟
اصلا از ایران میریم. خوبه؟ دیگه هیچ کس هم نمیبینیم. میریم یه جای دیگه زندگی میکنیم. مهشید تو فقط طلاق بگیر، بقیهش با من. دو دل شده بودم. دروغ چرا؟ وقتی میدیدم یکی انقدر دوستم داره قلبم میلرزید. تو این چند سال هیچ کس از حمید بدی ندیده بود. همیشه تو خانواده همه احترامشو نگه میداشتن. با دو دلی نگاش کردم که لبخندی زد و گفت تو جوونی مهشید. همش 26 سال سنته. عزیزم خودتو تو زندگی با نیما نابود نکن. از نیما بگذر تا من بهت بفهمونم زندگی چقدر قشنگه. زندگی مشترک یعنی چی؟ خندیدم. گفتم تو اگه میدونستی زندگی مشترک چیه که زندگی تو با سمیه حفظ میکردی. سری تکون داد و گفت حق با توه، ولی تو زندگی ما سمیه خودش نخواست. من 3 بار مچشو گرفتم، میفهمی؟ سمیه عوض نمیشد. دقیقاً از 6 سال پیش بود که همش تو رو میدیدم. انقدر دیدم تا اینکه فهمیدم نمیتونم فکرتو از ذهنم بیرون کنم. با ناراحتی بهش گفتم تو هم پس با سمیه فرقی نداری، خیانتکاری. 2 روز دیگه هم تو هم با من همین کارو بکنی چی؟ اشکش چکید و گفت من هرگز همچین کاری نمی کنم مهشید. قول شرف بهت میدم، فقط با من همراه شو. سری تکون دادم و گفتم باشه، طلاق میگیرم. هنوز باورم نمیشد شوهر دختر عمم عاشقم شده باشه و من قبول کنم به خاطرش طلاق بگیرم از نیما. نیما هنوز در بازداشت به سر می برد و من به همراه حمید تموم کارای طلاقم رو داشتم انجام می دادم. صبح که از خواب بلند شدم تصمیم گرفتم برم بیرون و بگردم. عقده زمانایی که نیما اجازه بیرون رفتم به من نمیداد، هرچه می کردم خالی نمی شد. داشتم قدم می زدم که حمید بهم زنگ زد. گفت سلام مهشید جان، کجایی؟ همینجور که مغازه ها رو نگاه می کردم گفتم اومدم قدم بزنم تو بازار. گفت پس یه لوکیشن بده بیام دنبالت، میخوام ببرمت یه جا خرید. باشه‌ای گفتم و منتظر وایستادم تا بیاد. نشستم تو ماشینش و راه افتاد. نگاهی بهش کردم و گفتم کجا میری؟ خندید و گفت میرسم میبینی. انقدر تو فکر بودم که حتی صدای حمیدم نمیشنیدم. با قرار گرفتن دستش رو دستم مثل برق گرفته ها نگاش کردم و هرسی گفتم چی کار میکنی؟ بی تفاوت گفت چته؟ چند بار صدات کردم نشنیدی. پیاده شو رسیدیم. نگاهی به در پاساژ کردم و همراهش رفتم داخل. به سردر مزون با تعجب نگاه کردم و گفتم چرا اومدیم اینجا؟ لبخند زد و گفت یکی از آرزوهام این بود که واسط لباس عروس بخرم مهشید. گریم گرفته بود. من عادت به محبت نداشتم. من عادت به این مدل زندگی کردن نداشتم. عادت کرده بودم به رفتارای نیما. عادت کرده بودم که کتک بخورم و تحقیر بشم. چقدر ترحم برانگیز شدم. اینو از صورت ناراحت حمید میتونستم بفهمم. اشکم که چکید دستش اومد جلو و اشکمو گرفت. چسبون به لبش و گفت نکن مهشید، این روزا تموم میشه. بهت قول میدم میریم یه جای دور که فقط من باشم و تو. فقط کافیه که کارای طلاقت تموم بشه. باشه؟ بریم داخل. لباس عروسی که انتخاب کردم خیلی رویایی بود. قرار بود بعد از طلاق یه جشن کوچیک چند نفره بگیریم و بعدش از ایران بریم. ساعت 8 بود که از ماشینش پیاده شدم و خدافزی کردم. اومدم بالا و رفتم حموم. ذوق اون لباس عروسه رو تختو داشتم. موهامو خوش کردم و با 1000 سختی اون لباسو تن زدم. آهنگی گذاشتم و مثل دیوونه ها با اون لباس چرخیدم. زندگی داشت روی خوششو به هم نشون میداد. روزای سخت تموم شد. میچرخیدم و میخندیدم. وقتی وایسادم و چشامو باز کردم از ترس به سکسکه افتادم.
نگاهم به نیمایی افتاد که از گوشه سالن داشت نگام می کرد. اومد جلو، من رفتم عقب. با صدای خشداری گفت خوشگل شدی. با استرس نگاش کردم و گفتم توضیح میدم نیما. اومد جلو، دست گذاشت رو صورتم. اشک تو چشاش جمع شده بود. گفت من دوستت داشتم مهشید. جونمو برات میدادم، ولی تو چی کار کردی؟ بهم خیانت کردی. اشکش ریخت و با دندونای چفت شده تکرار کرد بهم خیانت کردی. نفسم رفت. تموم مایچه های بدنم منقبض شد. حس کردم خونه دور سرم چرخید. رفت عقب و بهم نگاه کرد. روزانو افتادم و به لباسم نگاه کردم. لباس سپیدم از خون به رنگ قرمز در اومده بود. دست گذاشتم رو شکمم و خم شدم. جلوم زانو زد و حق زد. گفت جان عزیز دلم، منو ببخش. طعم خون تو دهنم بود. دستمو دراز کردم. دستام لرزش داشت. مرگ بهم نزدیک بود. تموم خاطراتم با نیما جلوی چشام بود. خدایا من زندگی نکردم. لباسشو چنگ زدم که خم شد سمتم. با دندونای کلید شده از درد گفتم من تو این سالها بهت خیانت نکردم. قسم میخورم. دستم شل شد و مرگ منو تو آغوش گرفت. اما من زندگی نکردم. ادامه داستان از زبان راوی. نیما بالای سر جسد مهشید نشسته بود و زار میزد. خودش با پلیس تماس گرفت و خودشو تحویل داد. پدر مهشید بعد شنیدن خبر مرگ مهشید سکته کرد و بعد بهبودیش تقاضای قصاص کرد. سمیه طلاقشو گرفت و بعد یه مدت از دوست پسرش باردار شد. خانوادش انداختنش بیرون و مجبور شد تو این خونه های بدکاره بمونه. اما امان از حمید دیگه اون آدم سابق نشد. روزا و شباشو رو سنگ قبر مهشید گذروند. مهشید عشقی بود که تو قلبش جوونه زده بود و پرورونده بود و درست زمان به ثمر رسیدنش سوخته بود. شاید توی یکی از همین روزا آرزوش برآورده می شد و تو دنیای دیگه‌ای مهشیدشو در آغوش می گرفت. مهشید قربانی شکای همسرش شد. همراهان عزیز از اینکه تا پایان این ویدیو همراه من بودید سپاسگزارم. ممنون میشم که با لایک و کامنتاتون ازم حمایت کنید و مثل همیشه به هم انرژی بدید. تا یه شب دیگه و یه داستانی دیگه، خدا یار و نگهدارتون.